درود به شما بینندگان عزیز شبکه تلویزیونی سفینه. برنامه فرهنگ معاصر است از سلسله برنامه ها. اگر به تاریخ تمدن بشر نظر افکنیم میبینیم که بشر همواره با راه خرد، با راه جستجوهای علمی، پژوهش‌ها، تجربه اندوختن‌ها برای حل مشکلات خویش ایده از پیشبینی‌های علمی و دستاوردهای علمی را به میان آورده است و همین است که واقعیت زندگی امروزه بشر این علم است، یعنی علم و دستاوردهای علمی است و در جهان امروز هر کشور، هر ملت جایگاه، نفوذ و قدرت خویش را در دستاوردهای علمیش به نمایش در می آورد. همین است که در سال جاری نیز پیشوای ملت در پیام خود به مجلس ملی و مجلس عالی و به تمام مردم کشور یک آزمون نوبتی را اعلام داشتند با نام علم فروغ معرفت. هدف از این آزمون هم واقعا برای باز هم بالا بردن سطح دانش‌های فیزیکی و ریاضی، یعنی طبیعت شناسی و ریاضی در سرتاسر کشور بوده است و برای پهلوهای همین موضوع را شرح و تفسیر دادن ما عنوانی برنامه امروز را گذاشتیم صحبت در اطراف آزمون علم فروغ معرفت. و واقعا علم فروغ معرفت پیش بینی شده است با علم‌های طبیعی و ریاضی، یعنی توسعه بخشیدن. از این خاطر ما با استودیو کارشناس مسائل فیزیکی رضا بهرامزاد را دعوت نمودیم و من ایشان را خیر مقدم میگویم برای پذیرفتن این دعوت. و اکنون بیاید قبل از آن که ما بواسطه به خود آزمون شروع کنیم از اون خاصیت آزمون یا اینکه برنامه آزمون یا نظامنامه آزمون، سراول برای بینندگان امروز یک تفسیر میدادد که علم در جهان امروز چی جایگاهی دارد و چگونه قدرت ها، دولت ها و ملت ها توانستند که خود را با علم و فراورده های علمیشان در سطح جهانی یک جایگاهی بسیار مناسب اشغال ورزند. اگر ما به تاریخ همین 200-300 سال گذشته انسانیت نظر افکنیم میبینیم که علم از یک مشغولیت خاص ها تبدیل یافت به یک نهاد جمعیتی، یعنی یک ساحه معین جمعیتی تبدیل یافت و همچون کسب امروز اعتراف شده است. یعنی اگر 300-400 سال پیش از این مقدار کمی انسان ها به تحقیقات علمی مشغول بودند و آنها از روی خواهش و هوس خود به تحقیقات علمی مشغول می شدند، یعنی به طرز انفرادی. بله، به طرز انفرادی و تنها از روی کنجکاوی. امروز باشد علم همچون یک کسب شناخته شده است و انسان ها از مشغول شدن به علم نه تنها دستاورد علمی میکنند، نه تنها قانونیت های طبیعت را میآموزند، نه تنها کشفیات میکنند، بلکه زندگی خود را نیز در اساس همان پیش میبرند، یعنی معاش میگیرند و همچنین علم امروز کلکتیوی شده است، جمعیتی شده است و نهادهای معین علمی امروز فعالیت میکنند. و اگر نقش همین علم را در رشد جمعیت، در پیشرفت اقتصادیات و صناعت نظر افکنیم میبینیم که در همین 200 سال آخر یک تحولات بسیار بزرگ به وجود آمد از سبب استفاده این نتیجه های علمی در روند استحصالات و عموما در ساحه‌های گوناگون صناعت. برای مثال گفتم ممکن است که همین ساختن محرک های بوغی چقدر انسانیت را به پیش تکان داد، تیره داد. یعنی در اول انسان تنها اگر بهره‌نوردی میکرد تنها به قوه باد اعتماد میکرد، در اساس استفاده همان شمال کشتی ها حرکت میکردند و از یک منزل به منزل دیگر میرسیدند و وقتی که محرک های بوغی ساخته شدند دیگر انسان از شرایط های طبیعی آزاد شد. یعنی الکی میتوانست کشتی ها با یک اقتدار معین حرکت کنند و کشتی های حجما بزرگ و مرکب ساخته شدند. این چیز برای انتقال مال و محصولات و داد و گرفت بار بسیار یک کمک جدی کرد و همچنین استفاده این گونه محرک ها در راه‌های نقلیاتی یا اینکه در راه آهن، مثلا وقتی که در انگلیس بار اول راه آهن به استفاده داده شد از پایست‌ها استفاده می‌کردند، داد و گرفت بار 10 مراتب زیاد شد، یعنی هم سرعتش زیاد شد هم خراجاتش کم.
این سبب میشد که در مدتی کوتاه به نقطه های گوناگون بار رسانیده شود. از آن جمله میوه و محصولات طبیعی که تیز ویران می شوند. وقتی که سرعت دسترسی زیاد می شود منفعت هم زیاد می شود. همچنین مثال دیگر آوردن ممکن است به دست آوردن قوه برق، قوه الکتری. یعنی وقتی که در آزمایشگاه عالمان تجربه میگذراندن، خصوصا آمپر، فردی، ایرستد دیگرها، انسان ها نمیدانستند که تا چه اندازه همان حادثه هایی که آنها می آموزند حیات انسان را دیگرگون میکند. و امروز ما میبینیم که چگونه در حیات ما قوه برق وسیع استفاده شده است، دستگاه های برق استفاده می شود و امروز اگر 1 ساعت قوه برق خاموش شود زندگی انسان ها در هم و بر هم میخورد. برای چی؟ چون که بسیار ساحه های گوناگون فعالیت انسانی از برق وابسته است. برای همین هم استفاده دستاوردهای علمی در اقتصادیات بسیار یک جهش بزرگ به وجود آورد و امروز به خاطر همین چیز کشورهای مترقی، دولت‌های ابرقدرت به دستاوردهای علمی اهمیت جدی میدهند و به عالمان سرمایه گذاری زیاد میکنند. برای چی؟ زیرا دستاوردی که آنها میکنند، کشفیاتی که آنها به دست میآورند، بعد از 5 سال، بعد از 10 سال، بعد از 15 سال اقتصادیات را دیگرگون میکند، دنیا را دیگر میسازد و انسان را به زینه‌های بلندتر میبرد. بله، و ببینید اگر ما همین رشد جامعه بشری رو زینه‌بندی کنیم، ما میبینیم یک مرحله که برآورده کردن نیازهای بشر است. مرحله اول است که این دوره کشاورزی است و مرحله دوم واقعا از 250 سال قبل، 250-270 سال قبل یک مرحله نوی در جهان شروع می شود. یک مرحله نو و خصوصیت این نوعی تمدن یا این نوعی جامعه را با نام جامعه صناعتی نیز شناخته شده است. خب اکنون ببینید همین نهادینه شوی علم و جامعه صناعتی، اینها تا کجا به هم توأمند، تا کجا اینها یکدیگر را پوره کردند و تا کجا برای رسیدن بشریت به جامعه صناعتی و فراسناعتی که امروز مثلا از سالهای 50 سده 20 تا به امروز را در بعضی از کشورهای جهان جامعه فراسناعتی هم میخوانند. خب برگردیم که علم در همین دستاوردهای علمی، فراورده‌های علمی، فناوری‌های علمی تا کجا توانستند برای رشد همین نوع‌های جامعه بشری خدمتگزار باشند؟ اگر نتیجه های علمی نمی بودند البته که این جامعه ها به وجود آمده نمی توانستند و این چیز بی واسطه همون استفاده دستاوردهای علمی در عملی است. و در نوبت خود وقتی که همین نتیجه های علمی منفعت آوردند، همون تاجران، همون استحصالگران، شخصیت هایی که در صنعت کار میکردند دیدند که از علم منفعت است، آنها صفت محصولاتشان را خوب کرده میتوانند، مؤثرناکی کارخانهشان را زیاد کرده میتوانند و استفاده انسان ها را محدود کرده میتوانند. یعنی تکنیک و تکنولوژی های گوناگون امروز میبینیم که ربات ها استفاده برده میشوند و البته آنها خراجات را کمتر مینمایند و هر گونه عاقبت های ناگوار را به مینیمم آورده میرسانند. دیدن همین منفعت ها را آنها هم در نوبت خود به علم یاری رسانیدند، زیرا عالمان را جلب میکردند برای حل مسئله هایی که در روند استحصالات به وجود می آمد، برای برطرف کردن نقصان های دستگاه های تکنیکی، برای مکمل نمودن آنها عالمان را دعوت میکردند، با مؤسسه های علمی رابطه به وجود می آوردند و همین گونه رابطه علم و استحصالات به وجود آمد. و امروز ما میدانیم که اکثری شرکت های بزرگ استحصالی، کارخانه های بزرگ صنعتی دنیا در نزد خود باز مؤسسه علمی و تحقیقاتی هم دارند و عالمان مخصوص برای نیاز آنها فعالیت میبرند. مثلا شرکت هایی که اتومبیل میبرند، شرکت هایی که دستگاه های عکس برداری میبرند، شرکت هایی که کامپیوتر و تلفن های هوشمند میبرند، البته در نزد خود عالمان ساحه الکترونیک را دارند، عالمان ساحه فیزیک را دارند، تکنولوژ ها را دارند که آنها برای
بهتر نمودن صفتی همان تجهیزات استحصال می شده، برای کمتر کردن خرجی آنها، برای زیادتر شدن مهلت استفاده آنها فعالیت میکنند و البته هم از حساب استحصالات منفعت میگیرند، هم برای زیاد شدن استحصالات سهم خود را میگذارند. بله. و ببینید واقعا اکنون بیایم سری مطلب. یعنی چند سال قبل پیشوای ملت هدف چهارم استراتژی حکومت جمهوری را اعلام داشتند با نام صنعتی کنانی با سرعت کشور. خب و امسال در پیامی که برگزار شد در ماه ینور، در اونجا همین آزمون علم فروغ معرفت را که برای پیشرفت علوم ریاضی و طبیعی هست پیشنهاد کردند. خب چه ارتباط بین همین هدف استراتژی، یعنی هدف چهارم استراتژی که صنعتی کنانی است و قبلا شما گفتید که مثلا علم تا چه اندازه برای جامعه صنعتی کشورها خدمتگزار بوده است و این آزمون اینها چی نوع همبستگی پیوند به هم دیگر یا اینکه برای توسعه بخشیدن یکدیگر میتونن کمک گزار باشند؟ خیلی که درست قید کردید، اینها با هم دیگر رابطه بی‌واسطه دارند. برای چی؟ وقتی که از طرف پرزیدنت کشور همچون هدف چهارمی کشور صنعتی کنانی با سرعت قرار داده شد، دیدیم که ما در جهت استحصالی متخصصان کم داریم و برای رسیدن به همین هدف ما باید متخصصان خوب، دانشمندان پرقوت و قوه کاری و امکانیت ها و پتانسیل استحصالی باید داشته باشیم. برای رسیدن به همین چیز، یعنی برای تربیت کردن متخصصان بلند درجه، برای جلب کردن شوق و هوس اهل جامعه به آموختن علم و استحصالات، ضرورت به وجود آمد که اول 20 ساله آموزش و رشد فنهای دقیق و طبیعت شناسی و ریاضی اعلام گردد و بعدا در دایره همین 20 ساله آزمون جمهوری علم فروغ معرفت تأسیس داده شود. یعنی برای چی؟ چون پرزیدنت کشور در چند برآمدشان گفتند که وقتی که حجت هایی که دانشجویان به مرکز ملی تحصیلی می سپاریدند تحلیل کردند، دیدند که خوانندگانی که داوطلبانی که به اختصاص های گومانیتری حجت می سپارند نسبت به فنهای دقیق به مراتب زیاد هستند و برای که همین چیز به موازنت آید، برای آن که در ما داوطلبان به فنهای دقیق و تکنیکی و طبیعت شناسی زیادتر روی بیارند، باید یک هوسمندکنی های معین وجود داشته باشد. یکی از آنها تأسیس همین آزمون می باشد و در نظامنامه آزمون هم قید کرده شده است که مقصد آزمون این کشف استعدادهای نو، جلب خوانندگان به آموزش و علم، توسعه اختراعکاری و نوآوری و بلند برداشتن سطح سواد و جهانبینی مردم است. بله. و ببینید قبلا یک آزمون دیگر هم عمل میکرد و ما سال گذشته دیدیم وقتی که آزمون فروغ صبحی دانایی برگزار شد در 2 سال پیشین، خب موج از جوانان و اهل جامعه رو به کتاب آوردن، رو به خوانش آوردن، رو به آموزش آوردن که فکر میکنم این یک تکان بسیار مهمه برای بالا رفتن سطح معرفت جامعه بود. خب اکنون برای صیقل دادن دانش‌های طبیعت شناسی و ریاضی آزمون نوبتی که اعلام گردید، خب این ترتیبش چگونه خواهد بود و خب اون نفرهایی که میخوان شرکت کنند خب چی‌ها باید دانند، ترتیبش چگونه است؟ خب آزمون مذکور از 4 دور یا اینکه مرحله عبارت است که مرحله اول این در مکتب، در دانشگاه ها و در مؤسسه های علمی صورت میگیرد و در آنجا این مرحله در ماه اپریل به نقشه گرفته شده است. مرحله دوم این در شهر و ناحیه ها به نقشه گرفته شده است که در ماه می
در نظر داشته شده است. مرحله سوم این مرحله ولایتی است و مرحله چهارم یا اینکه دور چهارم این دور جمهوری است که در نیمه دوم ماه نوامبر به نقشه گرفته شده است. و باید قید کنم که در این آزمون سه گروهی شهروندان اشتراک کرده میتوانند. گروه اول این خوانندگان مکتب‌های میانه عمومی، گروه دوم این دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی و میانه کسبی، گروه سوم این باقی مانده نماینده‌های کسب و کار گوناگون و تمامی شهروندان جمهوری تاجیکستان. و از روی 7 بخش یا اینکه نمیناسیون این آزمون گذرانیده می شود. اینها بخش متماتیکه که در خود گیومتری و الگبر و اریتمتیک را در بر میگیرد. بخش دیگر این فیزیک و استرونومی، بیولوژی، شیمی، جغرافی، تکنولوژی انفرماسیونی و اختراعکاری و نوآوری. و در 6 بخش دو گروه اشتراک کرده میتوانند، یعنی بین خوانندگان مکتب‌های میانه و بین دانشجویان. در بخش اختراعکاری و نوآوری تمام قشرهای جامعه اشتراک کرده میتوانند. و شرطی از همه مهم اشتراک در آزمون این داشتن شوق و هوس، خواهش و دانشی مکمل می باشد که از طرف حکمان دانش آنها بها داده می شود و آنها بعداً به دورهای دیگر راه خود می گیرند. بله، خب اکنون ببینید ما سال پیشین در آزمون فروغ صبحی دانایی دیدم که نفران سن و سال گوناگون جلب شدند. خب یعنی هم نفرای از مکتب میانه بودند، هم دانشجویان بودند، هم کلانسالان بودند. خب و تقریبا که در آزمون نوبتی هم همین طور است دستور. خب اینجا آیا مشخصاً سوال ها از لحاظ سن و سالی بر تفاوتند یا سوالگذاری و ترتیب برای همگان یک خیله پیش بینی شده است؟ البته در اینجا خاصیت های سن و سالی به نظر گرفته شدند. سوال هایی که برای خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی می آیند در اساس دایره برنامه مکتبی ترتیب داده می شود، یعنی تنها دانش های را پرسیده می شوند، طلب کرده می شود که در همون برنامه مکتبی وارد شده است. برای دانشجویان باشد این برنامه دانشگاهی در بر گرفته شده است، یعنی در اینجا خصوصیت های سن و سالی اشتراکچیان به نظر گرفته شده است و علاقه رویخط ادبیات توصیه شونده نشر شده است، هم در سامانه رسمی پرزیدنت، هم در سامانه خاور، در سامانه رسمی اکادمی ملی علم های تاجیکستان و همچنین در سامانه روشن فکر. همچنین همین شکل الکترونی همین کتاب های توصیه شونده در سامانه روشن فکر نیز گذاشته می شود که خوانندگان به ملال از آنها استفاده کرده می توانند. و بعداً رویخط سوال ها نیز نشر شده به داوطلبان و به کمیسیه های منطقوی دسترس کرده می شود. خب اکنون انتظاری ها از این آزمون چی است؟ نظر شما مثلا همچون یک کارشناسی سمت علوم فیزیکی، طبیعت شناسی، خب شما چه انتظاری دارید و نظرتون چی است که خب تا چه اندازه ما میتونیم به هدف نائل گردیم؟ البته انتظاری ها خیلی زیاد هستند. چگونه که دیدیم آزمون فروغ صبحی دانایی توانست در جامعه یک تحولات را به وجود آورد، مقدار خیلی زیادی خوانندگان را، شهروندان را به خواندن کتاب های بدیهی جلب کند و ما انتظار داریم که این آزمون نیز تنها همین کار را در سایه فنهای دقیق و طبیعت شناسی انجام خواهد داد، زیرا هوسمندکنی های خیلی زیاد در نظر داشته شده است، یعنی غالبان با مکافات های پولی قدردانی می شوند. همچنین برای آنها امتیازهای خیلی زیاد در نظر داشته شده است. مثلا داوطلبانی که در دور چهارم یا اینکه دور جمهوری جایهای یکم، دوم، سوم را اشغال میکنند به دلخواه دانشگاه، به دلخواه اختصاص به طور رایگان به امتحان داخل می شوند. اگر دانشجویان غالب آیند آنها در زمینه های بعدی تحصیل ماجستراتور یا اینکه اسپیرانتور و دکترانتور می توانند به طور رایگان و به سپردن امتحان داخل شوند و مقصد این آزمون هم کشف همون استعدادها است و معرفی کردن آنها به جامعه.
مثلا وقتی که آنها به سوال‌ها جواب می‌دهند جوابی آنها ثبت کرده می‌شود، روند گذرانیدن آزمون ثبت کرده می‌شود، توسط وسایل اخبار عامه خصوصا تلویزیون‌های دولتی نشان داده می‌شوند و مردم آنها را می‌شناسند. چگونه که غالبان آزمون فروغ صبحی دانایی را تمام شهروندان تاجیکستان شناختند، آنها معرفی شدند، دیدند غالبان آزمون علم فروغ معرفت نیست، باید در همین سطح معرفی شوند و البته این آزمون بار اول گذرانیده می شود، شاید در 1 سال یا اینکه 2 سال تمام انتظاری ها برآورده نشوند، ولی در دوام 5 سال 10 سال 15 و 20 سال ما البته نتیجه آن را خواهیم دید و میبینیم که چگونه غالبان این المپیاده ها بعدا در روند تحقیقات علمی فعالانه اشتراک میکنند، در بلند برداشتن سطح زندگی مردم نقش خود را میگذارند. من یک مثال آورده میتوانم. در دوره شوروی در المپیاد جهانی از فن متماتیک یک نفر گیورگی پریلمن خواننده صنف 10 از شهر لنینگراد اشتراک کرده. 7 مسئله که میآید همه‌اش را حل می‌نماید. یعنی در تاریخ المپیاد جهانی متماتیک بار اول یک نفر خواننده 100% مسئله های داده شده را حل می‌کند و چند سال پیش همان متماتیک توانست یکی از مسئله های 1000 ساله را در ساحه متماتیک هیپوتزی پوانکاره را حل و اثبات نماید و شهرت جهانی به دست آورد و حتی برای او جایزه $1,000,000 ایمیار رو هم پیشنهاد کردند که او رد کرد. یعنی ببینید شخصیت هایی که از خردی صاحب استعداد هستند، صاحب قابلیت هستند، وقتی که خود را نشان میدهند، دانش و ملکه خودشان را معرفی کرده میتوانند، در آینده هم آنها موفق خواهند بود و من امید میکنم، انتظار هستم که غالبانی که در آزمون امساله در آزمون‌های بعدینه به وجود می آیند غالب میشوند، بعد از 10 سال و 15 سال هم معرفگری علمی تاجیک خواهند بود و هم برای بلند برداشتن آبرو و اعتبار ملت تاجیک در جامعه جهانی سهم خود را میگذارند. بله، و همچنین اون نفرایی که اختراعکار هستند و همچنین در زمینه دانش‌های طبیعی و ریاضی که میتونن یک فراورده ها و فناوری های نوین سازند، با این راه میتوانند هم با اقتصاد کشور تاثیرگذار باشند. بله. از یک طرف هم برای بالا بردن عموما برای حل مشکلات بشر. یعنی ما میبینیم که امروز همه اون فناوری هایی که هستند اینها در اساس دانش های طبیعی و ریاضی به دست آورده شدند. بله. و توانستند هزاران مشکل انسانیه و انسان را در برابر هزاران خطرهایی که قبلا این خطرها یک نوع کشنده هم به حساب می رفتند، انسانیت را از نابودی نجات دهند. و بله، یک چیز دیگر رو هم باید قید کنم که وقتی که همون اختراعکاران و نوآوران در نمینات اختراعکاری و نوآوری اشتراک میکنند، کشفیات خود را، همون محصول خود را، چیزی ساخته خود را به نمایش میگذارند، آنها را جامعه وسیع نه تنها تاجیکستان بلکه خارج از آن میبیند و شاید تاجران، شاید کارخانه های صنعتی، شاید استحصالگران ببینند و با آنها رابطه پیدا کرده شرطنامه بندند و ایده آنها، غایه های آنها در عمل تطبیق یابد. زیرا بسیار هستند شخصیت هایی که صاحب استعداد ولی ناگشاده، آنها در یک دایره محدود پنهان ماندند. وقتی که آنها به جامعه معرفی میشوند، آنها کشف خودشان را، نوآوری خودشان را نشان میدهند، البته شخصان پیدا میشوند که آنها را دستگیری میکنند، با آنها همکاری میکنند و برای در عمل تطبیق نمودن ایده آنها یاری میرسانند. بله، و تشکر زیاد. من هم گمان میکنم که همه جامعه تاجیک، حکومت کشور هم همین گونه یک انتظاری دارند از این آزمون و امید میکنیم که اون نفرانی که هم در سطح‌های گوناگون این آزمون به حیث داور شرکت می‌ورزند بایستی که صمیمانه، شفافانه و همین هدف محوری حکومت کشور، هدف ملی
тамоми мардуми тоҷикистонро дар назар дошта бошанд ва умедвор ҳастем ки аз ин озмун боз нафарҳои зиёде ҳам дар сатҳи илми тоҷик, ҳам дар сатҳи ихтироъкорӣ ва дар тамоми арсаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ пайдо шаванд ва ҳар қадар имрӯз нерӯи зеҳнӣ барои кишвари мо болотар бошад, ҳамон қадар фикр мекунам ки сармояи миллӣ аслан ҳамин нерӯи зеҳнии кишвар ҳам метавонад ба ҳисоб равад. Ва бори дигар изҳори сипос ба шумо мекунам ва умедвор ҳастам ки бинандаи азизи мо, падарону модарони бисёр азизу гиромӣ дарёфтанд баъзе аз ҷузъиётҳоро ва тавре Ризо Баҳромзоди гиромӣ қайд кардан, шумо метавонед тартиби озмунро аз сомонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, баъдан аз сомонаи Академияи Миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз сомонаи Равшанфикр дастрас намоед ва номгӯи рӯйхати адабиёт ҳам унҷо ҳаст. Фарзандои худро дар ин рӯҳия тарбият намоед, чун ягона роҳ барои миллати мо, ягона роҳе ки бояд дар сатҳи ҷаҳонӣ қарор дошта бошем, бояд як миллати пӯё, ҷӯё ва дар саргаҳи тамаддун будем ва боз фардо ҳам ҳамин гуна бошем, танҳо бо роҳи илм омӯхтан аст, танҳо бо роҳи тарбияти фарзандону пайвандонамон аст. Ва аз ин рӯ ҳар кадоме аз мо, так таки афроди ин миллат бояд дар ин раванд саҳмгузорӣ кунем ва худро, фарзандони худро ба ҳамин рӯҳияи илм омӯхтан тарбият намоем. Он гоҳ як миллати хеле бузург, як миллати боз ҳам мисли кӯҳҳои сарбафалак кашидаи Бадахшон дорои ғурур ва ифтихори бузургтар хоҳем буд дар сатҳи ҷаҳонӣ ва дар баробари ин кулли мушкиле ки дорем, чӣ мушкили иҷтимоӣ ҳаст, чӣ иқтисодӣ аст, дар ҳамаи арсаҳо метавонем онҳоро аз роҳи илм бароварда кунем. аз ин рӯ ман ба ҳамаи шумо бинандагони азиз умед мекунам дар ин озмун иштирок мекунед, ҳатто қадами аввалинро барои ширкат кардан мегузоред ва дар солҳои баъдӣ мебинем ки фавҷе аз фарзандони тоҷик дар самти улуми табиию риёзӣ бо истеъдодҳои нодиру нотакрор зуҳур мекунанд ва онҳо ояндаи ин миллатро ба мисли Буалӣ, ба мисли Берунӣ, ба мисли Форобӣ ва ба мисли дигар бузургоне ки дар тӯли таърих дар сатҳи улуми ҷаҳонӣ нақши муассир гузоштаанд, инҳо ҳам нақшгузор хоҳанд буд. боқии рӯзу рӯзгори шумо хушу хушоянд. хирад ёру мададгори шумо. поянда бод тоҷикистони азиз. бидруд, то дуруди дигар.